سلام و درود عزتمندی اشکنوکان و چاروکان. من غلام رضا حسین بر هستم و مروچی روچ 27 ماه جوان 2014 میلادی اند. منی پیام پا مردم بلوچستان، منی کلا پا منی دورین زهگان، براتان، گوهاران و عزتمند هم ملکیان. گنوتی براتان دشمن کارم مکن، گنوتی ناموس رهگوز کارم مکن. تو اگر ملک وشیا لوٹے، گنوتی باگا تیشه کارم مکن. دولت لوٹید که بلوچ گار بید، دولت لوٹید که بلوچ گار بید. گنوتی دام و رمگ تولگ کارم مکن. دشمن همراه مبو، مردم رازم مده. براتی قدر بدان، سیادی انکارم مکن. دشمن هوری واری یارید، دشمن هوری واری یارید. پا مردم واری دشمن آباد مکن. پا مردم واری دشمن دارا مکن. اتحارین روچی پا بلوچ مردم، اتحارین روچی پا بلوچ مردم. چراغی بکن روشن، پوشش استارم مکن. اتحاری روت و روشنی ییتند، اتحاری روت و روشنی ییتند. رو دراییتند، آتش انکارم مکن. دشمن روت و مردم مانند، دشمن روت و مردم مانند. گنوتی براتان دشمن کارم مکن. کلاه من مروپا تمام بلوچانند. آکسانی که مرو در بلوچستان هستند یا در جای دیگرند، ولی هر کجا که هستند مرو آگاهند و دانند که مسئولیت دارگ بلوچستان، مسئولیت آبادی بلوچستان، مسئولیت عزت و حرمت بلوچستان ما شما بلوچانی که در این دوره زنده ایم. بلوچی که نیحتا و بلوچی که گوستا پا هنوگین دوره مسئولیتی نیستند. پیرکان ما شما توانتا بلوچستان بدارند. ما شما قوم خیشان و واجه و پیرکان بلوچستان گم وتی زندگی داشتا، وتش کشتا، وتش کوشاینتا. گو دشمنش جنگ کرتا تا ای بلوچستان بمانی. تو مرو بلوچستان در دست ما شما بکپید. اگر وقتان پتو پیرکان ما شما مبوتینند، مروچی هم بلوچستانی نهد که ما شما تی آی زندگی بکنی. همینطور که بازین توکری از بلوچستان رفتند. کراچی رفتا بلوچستانی که در کرمانت رفتا، آی که در هرمزگانت رفتا. بازینی از خاک ما شما رفتا، بازین از ما شما آواره بودگی. ولی مرو تاریخ به ما شما گوشید که وظیفه ما شما چیه. وحدی که یک بلوچی به خاطر بلوچ بوگ، به خاطر عزت به ای خاک، به خاطر عزت به آب و خاک و قوم و فرهنگ بلوچی چسته بو و کشگه بو، ما شما بدانین که ملک ما شما در خطره.
سالها پیش انگلیس به ملک ما شما حمله کو. سند و پنجاب که در دست حاکم و سرداران بلوچ تند آیانی گه وارد خاک بلوچستان بودند. خان کلات شکست داد، آدیگه توایف شکست داد، وارد بلوچستان غربی بودند. بلوچان جنگ کرد. سردار خلیل خان گمشاسه‌ای در کوه شهیدان در گشت شهید بود. پس چی خاطری؟ په این خاطر که در دوران آیی زندهیت و مسئولیت حفظ و احترام به خاک و خون و قوم بلوچ به عهده آییت. آیی جنگی کو کشته بود. یار محمد زیان جنگ کو بازین سین کشک بود. یا اسماعیل زیان جنگ کو کشک بود. بازین از نارویان کشک بودند. بازین از توایف دیگه کشک بودند. بلوچستانش داشت. پس چی آیا حاضر بودن که جنگ بکنن تو بلوچستان بدارن؟ پا ای خاطر که آیان چک نواسه، یعنی من و تو یک وطنیم ببید، یک خاکیم ببید که بتوانین در این وطن و در خاک و با حفظ آبرو و سلامتی و زندگی بکنین. اگر آیان بدانتین که ما نسل آیان 2-3 نسل بعدی آن آدمای بی ارزه و بی لیاقتی بند و به جان یک کدر کپند و یک کدگر کشند، شاید وقتان هم لازم مبودین که آیان جنگ بکردین و تش بکوش بداتین. مردم بلوچ مرو زمانی اند که هر کسی هر قوم حق و تلوتید، بعضین از قوم هم حق و تگبتا. من گو یک انگریز خبر داد که ای انگریز پیرمردند و تاریخ دان و منی گو که پچی بلوچستان شرقی و غربی جدایی ملک نبودند. پچی کردستان هم جدایی ملک نبود، مستقل ملک نبود. دلیل خیلی روشن و واضح، شاید شما هر یک از شما هم دانی، ولی گفتی که اراده پدارگ یک ملک مستقل در بلوچان نهد. اتحاد کامل هم برای ایشی که بلوچان ملک ود ببو نهدش و نتیجتاً ما انگلیسان هم کردانی ویل کو هم بلوچانا ما گو شان زمان پکار هست تا یک زمانی که وقت سرپد ببیند و ارزش اشاره بدانند که وقت ملک وقتش پکارند و اگر ملک وقتش مبو وار و گار و فقیر و عذاب و نوکر و غلام ببیند، ما هشت به آزمانان که وقتش سرپد ببیند تا ایشی که اگر ملکش ببو بتوانید از ملک و دفاع بکنید. الان بچاری همی شخص گو وقتان کردان هم ملک نرسیست، بلوچان هم نرسیست. بلوچان هم که 1 سال مستقل بودند نتوانتش ملک وطه بدارند. پچی یک اراده محکم پا دارگ بلوچستان نهد. دوم اتحاد پا دارگ بلوچستان نهد. در کردستان هم همشیت، ولی کردان شر فهمیست و فهمیستش که یک مزنی شانس ایشان از دست داده در تاریخ و اگر این اشتباه یک بار دیگر بکنند برای همیشه و برای مدت طولانی باید رنج بکشند، عذاب بکشند. شما یادیه که صدام حسین بازی ملک چه کردان شیمیایی کو هزاران ده روستای آینی به خاک یکسان کو به کلی از بین برده، ولی آیان دستش نکشید. دانتش که تاریخ عوض بو، شرایط عوض بو و ما باید آمادگیم ببو، درست مثل یک شکارچی که هر وقت شکاریت از همه دم و همه لحظه ما استفاده بکنیم و شکار به دست بگیریم و آماده تند. جنگش کو، سختیش دی،
بعضی شیمیایی بودند، بعضی آواره بودند، ولی آوارگی به چه دردی و به مرو که نسبتاً کردان آزاد بودند و همچنین به آزادی نزدیک بودند. مسئله ایشی نهند که بلوچستان لحظه ممکنه بگویند که ما لوٹین در ایران بمانی، لحظه بگوشند که ما در پاکستان مانی، تو یا لوٹین ما حق بوده بگیریم، مستقل ببین، تا هر کجا که ببین باید تر حق واد بگو. همینطور که الان کردان در عراق هستند ولی حق کامل واتش به دست آورده و این حق کسی به آیان نداده. این حق آیان پزور گفته در اثری ایشی که دانتش مر حق ها به حق و آگاه بوده و بعداً هم آماده مبارزه بوده. مبارزش کرده سالهای سال و وقتی که شانسیت امریکایان وارد عراق بودن، صدام حسین گار بود، اولین کار کایان کو ایشیت که ملک واتش به دست گیر. اهم با هزار تدبیر و سیاست از قبل تو انتگتش امریکا، اروپا، روسیه، کشورهای مختلف بگندند و حقانیت و تا ثابت بکنند که مار حق هست که مارا آزادی ببو، حق و حقوقیم ببو، آرامشیم ببو، رفاهیم ببو مثل دیگران و آماده ته حق و تشکی. پدا الان شما بچاری در سوریه یک تحولاتی بود. تحولات هم آیان به وجود نیاوردگد. دنیا تحولاتی در سوریه به وجود آوردگد. ولی آیان آماده تند. بلا فصله آیان شروعش کو به کار کنگ، تلاش کنگ و هر شهر و دهی که کردی نشیند گپتش و الان در اود هم گلایشند که ملک وقت درست کنید. هنو در عراق دوباره تحولات پیش یاد. کرکوک گوشند که 4% نفت جهان در کرکوکند. گاز عظیم مناطق دور اطراف کرکوک، یک ثروت عظیمی در او کبتا. ایشی مثل قدسند برای مسلمانان. قدس چقدر اندازه برای مسلمانان اهمیت هست، کرکوک همین اندازه مهمه برای کردان. پایتخت کردستان بوده. الان صدام حسین در آزمانان یهد کردانی جهت سوگلین تربانی یا بجای ولی آخر سر کرکوک به دست کردان کرد و الان آیان تحت هیچ عنوانی حاضر نیند که کرکوک از دست بدین. چرا؟ برای اینکه آماده ایتید. تو بلوچ تو آماده نهی. کسانی هم که آماده اند و وقتش آماده کرده و گاه ایدیم و آدیم هم یک کارایی کنین. الان بسیاری از شما بلوچان کبتگی به جان آیان. ادا خبر من مخصوصاً به بلوچان سرحد و سروانند. وقتی که در زاهدان منطقه تهلاب به یک طایفه دیگه بود، به طایفه یار محمد زید دیگه بود، یکم که جهلتر به طایفه گمشازی دیگه بود. از طرف دولت که شما بیایید ادان و هر کسی بلوچی که لوٹس که کاری بکن، فعالیت بکن، شما هم دم بجنید و گار بکنید. جهلتری دیگه بود به نوشیروانیان، دیمتری دیگه بود به درازیان. نو این مردمان شان کبتگه به جان کسانی که لوٹند برای بلوچستان کار بکنید. افسوس نهید. ای کسی ای درازی که توار منش کنه و من دانم که در میان شما آدمای وطن پرست، آدمای لایق بازند. همینطور نوشیروانیان، شما آقا قدرت و سلطنت وقت در این منطقه از دست داده. شما حاکمان این ملکان بوده. الان کارشته که نوکر گجران ببی و بخاطر گجران دیگه بروچانی را که بخاطر شما کار کنید بروید آیان بجنید و بکشید. طایفه گمشازی، سردار خلیل خان گمشازی بزرگ در کوه شهیدان در گشت شهید بود توسط انگلیسان. تا این خاطر که شما مروچی بروی گون گجران هور ببید و یدگران بجنید. گو همه گجری که سردار تاج محمدی کشت، سردار خلیل خانی کشت، سردار نادر خانی کشت، سردار تاج محمد نازنین کشت،
الان شما گو قاتلان عزیزان وات هوری پجنگ ایدگه بلوچان. شما طایفه یار محمد زی که جیاند آدگران گو انگریزانش جنگ کو شهیدش داد، در دوران خمینی چی که در قیامش کو، چی که در کشتهش داد. الان باید بروید هور ببید گنگجران تم یدگه بلوچانه بجنید. بعضی از ریکیان که رابطه گند تو زانند که طایفه ریکی بعضی نیستیشان در حال جنگند روند گو حکومت هورند. بعضی از طایفه ناروی دانند که چی قدر ناروی به دست این رژیم کشک بوده. بیش از 5,000 تا خانواده لحظه گوشه حتی 10,000 تا خانواده در منطقه نارویان و اسماعیل زیان هستن که مردینانش پک کشته. الان یک عده پیدا بودن که روند با همه حکومت غدار گجران هور بین با این شیعیان بسیار بسیار روبه صفت هور بین پا جنگ بلوچان. شما گرگیجان که این همه برای این وطن و این سرزمین شما کار کرده، چی قدر از شما کشک بوده به خاطر این ملک. اون وقت شما رابطه عده شما هورند با گنگجران و پجنگ براتان باید. هیچ بلوچی نهند که مرو به خاطر بلوچستان کاری بکند و برات شما و عزیز شما مبو. و حیفند که شما تین بلوچ از هر طایفه ای که ببیه هور آخوند ببیه، آخوند غدار که دشمن دین تایند، دشمن طایفه تایند، دشمن قبیله تایند، دشمن خانواده تایند، دشمن عزت و احترام تایند، دشمن خاک تایند، دشمن خون تایند، تو بروی گوشی همراه ببی دیگر برات و بجنه. یک پوچ عجیب غریبه گوار تایدین تو به عنوان بسیجی بعدن هم ممکنه که بگوشه که ما وار و بازگی مردمی مرهچی نهد از بدبختی رفتیم. از تو بازگتر هم بازند ولی هور نرفته هور نبیتند. وطن تایند بلوچی که مرو روی تفنگ کشه بروی کسانی که پا بلوچستان کار کنند. تو به یک آدمی که به خاطر بلوچستان کار کند تو به آیی تیر نجنه. هر تیری که تو بجنه به تیری که به دل بلوچستان لگید. هر تفنگ که تو بکشه به روی کسی که برای بلوچستان کار کند، تفنگ به روی تمام بلوچستانند، به روی تمام بلوچانند. بلوچان هر کجا ببیند بلوچان لایق شیطند که مروچی مثل بعضی ملکان دیگر، مثل کردستان عراق، مثل امارات، مثل دبی، مثل عمان عزت وتش بودین، ملک وتش بودین، حق و حقوق وتش بودین، تمام امکانات زندگیش بودین، وزیر بودین، نخست وزیر بودین، سفیر بودین، سرمایه‌داران بزرگ بودین. بلوچستان مثل دبی بودین، زیبا، پر از امکانات زندگی. این بلوچستانی که تر باید بودین. هنو تر در بلوچستان چی هست؟ در بلوچستان جز واری و گاری و زاری و جنین بیشوب و زهگ بی پت و وارک بی برات چی در بلوچستان هست که تو هنو همه تفنگ گفته لوته همه بازه گیره کنگه برات یشوی پش گفته روی آیان جنه. بخاطر کی؟ بخاطر هیچ کس تو نباید حاضر ببینی که بروی بلوچی رو که پا بلوچستان کار کم بجنه. تیره که تو درکنه به یک شخص نه، تیره که تو جنه به تمام بلوچستان. باند این رژیم رود یادت ببید، چون شما تمام عزیزان منی، شما تمام قوم خویشان منی، شما تمام بزرگان منی، سروران منی، سرداران منی. شما پاک از عالم و مولوی و سردار و مبارز و مردم عادی، شما تمام سرداران و سروران منی. عزت شما، عزت ما بستگی کاملی هست به عزت ملک ما. اگر ملک ما عزت مبو، ما شما هیچ کس هم عزت نبو. پا چی این سرزمینش گفته بلوچستان؟ پا این خاطر که بلوچستان ایده زندگی کنید. بنابراین بلوچستان مال مایند، خاک مایند.
پت و پیروکان ما شما در همین بلوچستانند و حیفند که بلوچستان ما شما دست کسانی بکپید که با ما شما دشمن تو با تمام وجود لوتند که ما شما گار ببین. یک حکومتی انت که حکومت ظلم و ستم و جورند، حکومتی که دشمن دین شمایند، دشمن اسلامند، دشمن صحابهند، دشمن تاریخ بلوچستان، دشمن لباس بلوچی، دشمن زبان بلوچی، دشمن هرچی که بلوچی. این رژیم تو نباید گمشی هور ببینی. اگر هم یک زمانی یک کسی اشتباهی که یک براتی ریچت دوای آیی و درمان آیی ایشی نه که تو برای عرب بکشه راه همایی که پت پیرکان ماشمار بیتا بلا فصل ربطن نشتگیم با همش خبر کرده سهل و صلاحش کرده قسم و طلاقش کرده که دیگه جنگ و جگرهش مبو. بنابراین مرو کسی که به عنوان بسیجی به عنوان جاسوس رو پا حکومت کار کند بانده که حکومت را چیه کند تو در مقابل چوک و نواسک و چه جوابیت هست که بده حق ای آب خاک تر گریت تو ممکنه که الان برکه تفنگی ببو یک شام و چاشتی ببو ولی اطمینانت ببو که چوک نواسیان تو در پدر بین نهایت بدبختی و فلاکت کشند و آیان دانند که ما این بدبختیان کشن به خاطرشی که پت من پیروک من به این خاک من خیانت کرده. هرگز بیهوش مکنی که آنچه مروز گوزیتشی مانید در تاریخ مانید که مرو تو چیه کنه مرو فلان شخص چیه کن آدگه چیه کن آدگه چیه کن تمام مانید تمام تاریخ بین تاریخ نویسند و نویسند که فلان شخص فلان طایفه در این زمان کشک بودند آیان کشک بودند و قاتلانش هم کیتند. و اما خبر من به کسانی که به خاطر بلوچستان کار کنند شما پا بلوچستان کار کنی جان مال خون خانواده همه چیز وتش پا بلوچستان ناتا. اگر شما بدانی که چیه کنید امکان ایشی هست که موفق ببید ولی اگر مدانی که چیه کنی تمام این زحمتانی که شما کشیتا تمام این اعدامایی که بودتگین تمام این نازنینانی که به دست جمهوری اسلامی کپتگ و کشک بودتگین تمامشان برباد رد. بنابراین شما را هوش بکارند گیش است تفنگ یادش ببین شما را علم گیشتر بکارند از هر چیز شما را دانش از هر چیز گیشتر بکارند. بنابراین باید به هر کاری باید حسابی مننده فکر کنی که عاقبت آکار چیه بود پیش سیشی که یک کاری تو مروچی بکنه باید فکر کنه که نتیجه ای کار 1 سال دیگه 6 ماه دیگه 10 سال دیگه 20 سال دیگه چیه بود. تو یک کاری کنه مرو تند عصبانی یک پرتو جاسوسی کرده یکی از عزیزان تری کشته تو تند بلا فاصله حرکت کنه اگر حرکت کو بلا فاصله دچار مشکل به باید مننده برنامه ریزی بکنه و کاری بکنه که عواقب بد پرتو پا بلوچ پا یک قوم پا سرزمین پیش میاد. من پیسره هم به شما عزیزان و به تمام مردم بلوچ سفارش کرده که اگر کسی اشتباهی کو مردمان شما کسی کشت جاسوسی کرد و در اثر جاسوسی شما دچار مشکل بودی مردمان مکشید مردمان ببخشید ولی به این صورت که آیین قوم خیشان جمع بکنید آیین سرداران جمع بکنید آیان پتماتان جمع بکنید
و آیان هشدار بدهید. جلوی یک مجلسی بزرگان ملک قسم و طلاقش بده که به شما خیانت مکنید. این کار اثری خیلی گیشترین تا ایشی که تو یک جاسوسی رو به محض اینکه دیستید یک تفنگی بچنه و بکشه و بعدش سایی با تمام طایفه آی دشمن ببه. یادش ببو که تمام مردم نه حق وقت جاه یارند، نه به حق وقت اندازه اهمیت دهند که بسیار دوت. یادش ببی بسیاری از مردم بسیار به برات، به داماد، به پیت، به پیروک وقت گیشتر اهمیت دهند تا بلوچستان. آیا متوجه اهمیت بلوچستان نهند؟ آیا اهمیت احساسات وطن؟ آیا متوجه احساسات وطن نسبت به کسی که برای اهمیت بوده و مهم هم برای نهند که آیا جاسوسی کرده یا کار بددگری کرده ولی کشک بوده. بلوچ چوشند. بلوچ بسیاری از مردم نادانند و متوجه نهند که حق بلوچستان به گردن آیان تا چه اندازه اند. آیا اصلا متوجه نهند که بلوچ بوگ چه ارزشی هست. آیا اصلا متوجه نهند که تعلق به فلان قبیله چه ارزشی هست برای آیی. اصلا متوجه نهند. پا آیی چیزی مهمه که یک براتی ها گوشی من برات نباید کشک بگو، حتی اگر جاسوسی بکن، حتی اگر قتل بکن، گوشی دلیل یارید. دلیل یارید، بی خود این دلیل هم یارید، ولی راضی نهند که براتی کشک بگو. با چونی آدمی که تشخیص حق ندند، اهمیت بلوچستان جاه نیارید و برات پر اهمیت تر دند از بلوچستان. یه پولی را که جمهوری اسلامی دند اهمیتی گیشتر دند تا حق و در بلوچستان. ایشی راه ایشی که تایر منن دینه محلوک هم بلوتا اینه و جلوی مردم آره روشن کنه قسم و طلاقی بده که استدباد کاران مکند. آگاه کنه مردم به حق و به حق بلوچستان نسبت به آیان. بلوچستان به گردن تک تک بلوچان حق هست. هر بلوچی که به واری و گاری و زاری بلوچستان کمک بکند، بلوچستان آیره نفری نکند. بلوچستان آیره خانواده یا تباه کند کم کم. خاک قدرت عجیبی هستن. هیچ کس متوجه نیست که خاک چه قدرتی هست. خاک قدرت هست که انتقام بگیرید از هر کسی که به آیی خیانت کند. بنابراین توجه بکنید. و شما علما، مولویان عزیز، ما دانیم که در شرایط بسیار سختی اند، بله رهبری قوم بلوچ در این تاریخ به عهده شمایند. تاریخ رهبری قوم بلوچ به شما داده و اگر در این دوران شما این رهبری به درستی انجام مدهی، بلوچستان ضرر گنده، بلوچستان ضرر گنده از دست شما و باندا و همین مردم از شما متنفر بید. تاریخ که بنویسند که فلان مولوی با یک رژیم همکاری کو که ضد بلوچت و ضد مردمت. چوک و نواسیان شما حتی از شما متنفر بید. هر کس لوٹید که پیتی و پیروکی به عنوان یک قهرمان جهیارک ببو، به عنوان یک مزنی مردم جهیارک ببو. هیچ کس نلوٹید که پیتی و پیروکی به عنوان یک آدم نادان، جاسوس، آخوند و گجر جهیارک ببو. آدم ممکنه که نادان ببو از بدبختی، از بیکاری، از تنفر، از حسادت. یادش ببو خیلی از بلوچ هستند، در ملت‌های دیگه هم هستند که نسبت به یک شخص لایقی حسادت بود.
لوٹید که به همه موقعیتی برسید که یک آدمی که زحمتی کشیده، یک آدمی که درسی نوانده، همه احتیاجاتی هستن که یک کسی درسی وانده و تجارتی کرده و عزت و احترامی هست. این شخص بی سواد هم همه احتیاجات هستن، ولی این شخص بی سواد چون تحصیلات نی روش به دستیاره پول هم ندان، ایشی حسادت بود. رو بعد حکومت همکاری کن پا جنگ دو. بنابراین باید هوشیار ببین. علمای وظیفهش ایشین که مردم آگاه بکنید. الان ظرف همی 35 سال علمای زیادی مرتین که نامشه گرید، ولی چند تا عالم کشک بوده این شبان روز مردم نامشه گرید. ظرف همی 35 سال صدها جوان لایق و ناکام کشک بودگین توسط هم رژیم، شکنجه بودگین، کشک بودگین، تمام در تاریخشان مانند. ولی هزاران جوان دیگه هم همینطور مرتهین، هیچ کس نام شدن نشان شد و نه اهمیت شد که چرا اصلا به دنیا یحتین تو، چرا از این دنیا رفتین و اصلا گویی شا اصلا ازمات نبودین. ولی پا یک جوانی که به خاطر ملک وقت کاری کو و بعدا هم شهید بود، نام ایشی برای همیشه مانید. مردم بلوچ شما یک سری حقوق هست. این حقوق چه در ایران ببینید، چه در پاکستان ببینید، چه در افغانستان ببینید و چه در یک مملکت مستقل بلوچستان ببینید، این حقوق هنچو خود به خود به دست نیایند. من برای همشین که مثال کردستان عراق اونجا شما باید 24 ساعت آماده ببی که هر وقت فرصت به دستیت درست مثل کردان بتوانی بلا فاصله وارد عمل ببی و حق و حقوقت بگیری. ایشی گفته همه انگلیس که بلوچان چون آمادگی نهد برای ایشی که ملک وطش ببو، ما هم نداده و نتیجه ایشی بود که بلوچان شب رو رنج کشن، کشک بین. شما دانید چقدر بلوچ کشک بوده، چه در افغانستان، چه در پاکستان، چه در ایران. چرا؟ به خاطرشی که پیت و پیرکان ما شما آمادگی نهد که ملک وطش ببو. ما شما قربانیان آیانی. الان اگر شما کار مکنی چوک و نواسیان شما نسل در نسل دوچار همی بدبختیانه بید، همی مشکلات بین و برای شما هیچ ارزش و احترام قائل نبین و گوشند که پیت و پیرکان ما را تحچل دور داد، ما را تبدیل کو به غلام و نوکر. اگر آیان کار بکرتی ما وضعیت این طور نبود. الان شما اگر وقت مقایسه بکنی با مردم دبی، با امارات، با ابوظبی، با کویت، شما را باید آن امکانات بودی. باید شما را در چه ملک وقت، چه در یک کردستان عراق، باید در او وزیرش بودی، باید نخست وزیرش بودی، باید رئیس جمهورش بودی. شما دیست که ظرف همین چند رو وزیر خارجه امریکا، بزرگترین قدرت جهان، وزیر خارجه انگلستان، بزرگترین میراثدار استعماری جهان، چطور رفتن برای گندوک مسعود بارزانی؟ آیی هم با چه شکوهی از اشان پذیرایی که باید شما الان وقت جای آیی بداشتین، باید شما باید یکی از شما باید آیی بودین، ایدگران هم باید همه عزت و حرمت بودین. نه ایشی که شما بروید نوکر گجره بکنی، نوکر آخونده بکنی و براتوت بجنی. عزیزان من، بلوچستان دارگ تا به حال کار سختی بوده، چه توسط پتان ما شما، پیروکان ما شما، آدیگه مردمی که پیش از ما شما یهدید. اگر ما شما بلوچستان مدارین، بلوچستان رود، بلوچی رود، عزت ما شما رود، افتخارات ما شما رود، شرف و ناموس ما شما در خطر قرار گرفت. ایشیند که
اولین تعهد شما در شرایط فعلی، اولین تعهد هر بلوچ در هر کجا که هستند، وفاداری به بلوچستان، کارکنک به بلوچستان در هر حدی که وسیع رسید و جلوگیری از خیانت به بلوچستان. در هر کاری که توانه بکنه، مردم این انتظار هست از شما که تاریخ از شما این انتظار هست که بلوچستان بداری و یک بلوچستان بهتری را به چوک نواسیان ود بدهی تا یک روز روزگاری ببو که بلوچ هم مثل ادگم ملتان صاحب ملک ود ببو، صاحب آزادی ببو، صاحب حق و حقیقت ود ببو. آنقدر خوب است بلوچستان من کز نوایش می شکوفد جان من. جان من در جان او گیرد قرار، تا ابد ماناد نامش برقرار. کین زمین نیک و نیکویان بود، سرزمین رستم دستان بود. هرچی مردی هست در آنجا بودنی است، هرچی نیکی هست در آنجا دیدنی است. در سپهرش کس به جز نیکی ندید، در سپهرش کس به جز نیکی ندید. بس بزرگان آمدند اونجا پدید، در هوایش میدمد روح امید. در شبان تیره آید روز سپید، اونقدر خوب است بلوچستان من میدهم هر وقت بخواهد جان من. اونقدر خوب است بلوچستان من میدهم هر وقت بخواهد جان من. جان من در جان او گیرد قرار، تا ابد ماناد نامش برقرار. من غلامرضا حسینپور هستم و امروز هم روز 27 ماه ژوئن 2014 میلادی. بلوچستان زندگ ببید، بلوچستان پایدار ببید، قوم و ملت بلوچ تا ابد ماندگار ببید. خدا نگهدار.